خطاب به همه ما و شما مردها میکند خدا. ای مردها در زندگی با زنها نیک باشین، خوب باشین، معامله نیک کنین. در زندگی وقتی که شما زن در نکاح خود در آوردین، خداوند میگوید با آنها معامله خوب کنید، با آنها زندگی نیک را انجام دهید. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، بین در دوام خدا چی میگوید؟ اگر مبادایی که شما این زنها را دوست نداشتید، این زنها وقتی که برای شما پسند نباشد، ممکن از روی جمال، ممکن از روی خصلت، ممکن از روی رفتار اگر به شما معقول نباشند، فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. ای بنده من، خدا میگه هوشیار باش، اگرچه همین زن به تو معقول نیست، اگرچه شکل همین به تو معقول نیست، گفتارش به تو معقول نیست، شاید که در آن چیزی که خدا میگوید برای شما پسند نباشد، برای خدای شما پسند باشد. شاید که همین زنی که خوب صورت نیست، خوب رفتار نیست، شاید که همین زن برای شما فرزندهای بهترین تولد کند. شاید که تو این طلاق دهی، تو این از نزد خود دور کنی، یک زنی زیبا صورت بیاری، یک زنی زیبا رفتار بیاری، لکن ممکن که مثل این خدا میگوید با تو فرزندهای خوب تولد نکند. در آن چیزی که شما بد میبینین، شاید خدای شما و نقص بیند. این خدای مهربان به سوی بندگان، به سوی مردها مراجعت دارد. پیغمبر خدا هم چی میگوید؟ لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخره. این حدیث ابو داود است. پیغمبر خدا گفتند ای مردها، وقتی که از زنها شما اگر گفتار ناخوب میشنوین، یا در معامله زندگیتون جنجال میکنین، یا اینکه یگان دشنام برای تو میدهد، یا اینکه از خانه قهر کرده میرود، لا یفرق، پیغمبر گفتند تو غمگین نشو، تو خشمگین نشو، در طلاق کردن شتاب نکن، رضی منها آخر، شاید که فعل دیگری زن تو را راضی کند. شاید که وای قهر کرد رفت، باز شما می توانین با طریق مصلحت، با طریق نصیحت او را به خانه خود بیارید و بعد این مصلحت ها و بعد این نصیحت ها باز فعل های پیدا کند که از این فعل هاش شما راضی شوید. این از توصیه خداوند، این از توصیه اسلام، این از توصیه پیغمبری خدا.